درود بر شما. بالاخره انتظارا به پایان رسید و خانواده اتوکشی ونگارد فلر وارد جزیره زیبای کیش شد. همونطور که از اسمش مشخصه اومده پیشتاز همه اتوها باشه. امروز روز معرفی ونگارد پرو، قوی ترین اتو مخزندار فلر هست. SS 700 با 2400 وات توان و 50 گرم فشار بخار در دقیقه. سیستم رسوبگیر، ضد چکه و اتوآف هم از دیگر آپشن های دستگاه هستش. کفی دستگاه که مهمترین بخشش هست، از سرامیک پرایم گلد در 2 لایه مختلف استفاده شده. اول شدت بخار رو با هم ببینیم که من بعد توضیحاتش رو براتون بدم. چیزی که خیلی جلب توجه میکنه شدت و تداوم بخاره که هم به شکل ایستاده برای اتوکشی انواع لباس و پرده، هم به شکل خوابیده روی میز اتویی یا روی سطح صاف شما میتونید کار اتوکشی رو باهاش انجام بدید. بخار جذاب و خوبی داره. خب همونطور که میدونیم ما خیلی از پارچه‌هایی که داریم مثل پارچه‌های کتان، پارچه‌های جین، پارچه‌های کنف، پارچه‌هایی که نخ 100% هستن و اتوکشیشون واقعا سخته. با این اتو دیگه خیالتون راحت باشه. میدونین که همیشه شما نخ 100% رو وقتی اتو میکنید همچنان چروکش باقی میمونه. وقتی هم که میپوشین بعد 10 دقیقه یه رو دوباره چروکا برمیگرده. ولی با این اتو کامل تار و پود رو باز میکنه و لباس خیلی زیبا به تن شما میایسته. وارد کننده این دستگاه شرکت پاشانوین کیش هست با 2 سال گارانتی و 10 سال خدمات خدمت شما ارائه میدیم. این دستگاه رو در سراسر کشور از طریق شمارهایی که زیر تصویر میبینید میتونید ثبت سفارش کنید. از طریق دایرکت اینستاگراممون در خدمتتون هستیم. میتونید حضوری پیش ما بیاین. ما در جزیره زیبای کیش هستیم، بازار بزرگ پردیس 2 طبقه دوم، غرفه 162 والاکالای کیش در خدمتتون هستیم. در پایان یه نکته خیلی مهم در مورد اتو دوست دارم باتون در میون بذارم. بر حسب تجربه چه توی این برند چه توی هر مارک دیگه‌ای که توی خونتون دارین، ازتون خواهش میکنم آبی که توی این دستگاه استفاده میشه آب جوشیده شده، سرد شده کتری یا آب تصفیه باشه. ببینید تنها چیزی که میتونه به یک اتو آسیب بزنه، حالا چه اتوی ایستاده چه اتوی دستی در حالت قوی یا معمولی یا اتوی مخزندار، فرقی نمیکنه، رسوب آب هست. آب شهری، آب لوله کشی یا خیلی آب معدنی استفاده میکنن. ازتون خواهش میکنم آب معدنی استفاده نکنین. دلیلش هم اینه که آب معدنی اسمش رو خودشه، پر از گچ و پر از املاحه و قطعاً به دستگاهتون آسیب میزنه. پس بهترین آبی که شما تو این دستگاه میتونین استفاده کنین آب جوشیده شده سرد